سلام خاص داریم برای همه شوقی‌ها، برای دوستا، جوانان، بزرگا. دوستان رو جمعه بازار به نام خدا جوانان بزرگا که چون که مرض هم آمده که شوقی‌های ما نام خدا زیاد است. یک سلام خاص دارم برای هموطنانیم که دور از افغانستان هستن. خدا کنه که جور باشن، سرحال باشن. جمعه بازار دوستا شوقی‌ها همه جمع شده. دوستا پروگرام دنبال کنین انشالله ببینیم که مقبول زیبا هم پتینای خوبش هم شیرازی های خوبش انشالله کلش برای شما یک دانه نشان میده. دوستا پروگرام دنبال دیگه فیجان هر کی برابر تاوان قدرت خدا آورده شکارا و داغی و ماغی را کشیده دیگه. یا الله. سلام علیکم برادر. خوب هستی؟ صحت خوب. چی آوردی ماشاءالله؟ والا یک چند تا کفتر آوردیم با خاطر فروختن کرای خانه است و همین مشکلات زندگی است، اقتصادی است، بیکاری است. امید شوق خودم میکنیم کفتر رو میفروشیم. روز جمعه است تفریح میکنیم. چند تا کفتر داری در خانه؟ تعداد بالاست دیگه. ماشاءالله. تعداد بالاست دیگه. کمو خاطر چی میکنیم؟ کم میکنیم پیسه دانمانیش برای پیسه حالا امرو چی آوردی؟ امروز یک چند تا را آوردیم بفروشیم. هم از دوا شکار کنیم، هم از خود کم کنیم. همین گپاست. خدا خیرت بده که نام خدا دوستان میارن دیگه برابر تاوان از این مرضی که در شهر کابل آمده. از این معلومات چی داری؟ والا چیزی معلومات فقط شنیدیم ندیدیم تا چی شد. آمده میگن کرونا آمده زیاد شده. خدا کلا گیره نگاه کنه، پروردگار کلا جوانا و بزرگان را نگاه کنه. چطور است از خرید و فروش کفتر راضی هستی؟ ما راضی هستیم. خدای شکر مقصد ما را همی از کرا آزاد نده ترافیکا. ما نان روز یک هفته خود در یک روز پیدا می‌کنیم. با شکر. نام خدا نام در خدا. کار بارت برکت عمره که در جمعه خوش برس کنید. اسم شریفتان؟ اسم ما سید مختار از کارمند خزینه تقاعد. بسیار زیاد تشکر آقا سید مختار. موفق باشید. خود مامور دولت هستیم. ماشاءالله افتخار میکنیم برای شما کارمندای دولت که از طریق حلال هم درآمد میکنید. درباره این کفترت برای ما بگو. این سیاپتین است. سیاسی نگفتم میشه. این کفتر قیمتی چوچه داره. چوچه ازش میگیرن میپرن. شوقی است. کفتر قیمتی است. کفتر ارزان بیان داریم، قیمت بیان داریم. از 20 روپه شروع است تا 10,000 20,000. همین کفتره که سیاسی نره چند گفت که پاسده بکن. 1,000. بسیار یک کفتر خوب باید چند خصوصیت داشته باشه؟ خصوصیت دیگه از بزرگوار بسیاری کسا میفهمند دیگه. هر کی باید فرق میکنه. کفتر تا از نزدیک نبینی نمیفهمی. کسی که مسلکش نباشه نمیفهمه. کسی که مسلکی باشه میفهمه. اگه ما این میره بگویم 1,00,000 باور میگیری، اگه بگویم 10,000 باور میگیری. باز مسلکیش باشی میفهمی که من چی میگم. حالا قیمت از این چند است؟ این قیمت دیگه 12 سر است. 1,000 میدیم شد. صحیح است. بسیار تشکر از شما قاسم. وقتتون بخیر. ریز از دیگه ماما دوستان دیگه هم عراقی است هم قاصد بسیاری فضا را ببینی که زیاد دانفس و قاصد رواج شده. دفتر وطن بیشی نیست. این فضا میبینی که دفتر هر نوع دفتر خوبش نیست. دفتر خوبش کسی نمیدونه. دفتر خوب لولو سال مرد دیوونه شوارع نمیکنه. السلام علیکم. حالا سر مورد جوره جور بخیر. سیاداری انشالله. جمعه خوش. همه خوب هستن. تو زنده باشی. آمدین بخیر. شوقتان چطور است؟ والا خوبه لولو سال. الهی شکر کجور است. خوب است که مرد شملاتی خراب کرده. والا دیگه این مرض آمده دیگه. میدونی بچه که مادر مشرا آقا جانم این سر دکو مرا بادارم.
یک سر دادم سفید است، یک چشم بسیار مقبول، یک نول بسیار خوب داره، نه زیر دنبی داره و نه سر دنبی، خوب یک رنگ مقبول داره. کفتر است. اگر زیر دنبی سر دنبی می داشت لالای کای گمش میکرد. دیگه که چند گفتی بود؟ یک روی بسیار مقبول، دیگه چیز نه یک رنگ خوبی بود. شیرازی های بسیار مقبول، چقدر یک امریدم سفید بسیار کلان است. امریدم سفید چند گفتی؟ ایسا موزه پای آمد ببینید. گنگسیر هم تیر کردم هم حسین کلش کج است. فیجان ما فهمیدم که این گنگسیر تیر، تو چطور فهمیدی که گنگس است؟ این همه گردنه کلگه خود کم کج میگیره. نه ما فهمیدم که یک زرگک سر در کفتر خلاص است. سعی که میکنه تو یک رقم کج. گردنه خود کج میگیره. سه شیرازی بسیار سرخ شیرازی است، در شیرازی های نگه درنگ است. درنگ است. آقا جمعه خوش. خدا خیر. چی آوردین بچه ها؟ مونده نباشید. چی آوردی ماما جان؟ این کفتر کار آوردیم بیادر بس. این منگسی ها نر ماده است؟ نر ماده است. یارو چرا گم میکنی؟ والله بیادر مجبوریت است سولش میکنیم. مجبوریت است. خانه کجاست؟ ارزان قیمت. در خان قیمت میشید. در خانه هم کفتر داری؟ هست یک 20 دانه است. میپرانی یا چوچکی؟ نه چوچک. این منگسی ها تو خود میته؟ آیه میده. بس ما؟ بازی من. چند گفته نیره؟ سوال آخری. منگسی ها کفتر است. تو مرا همون تاره؟ همیشه مرا؟ منگسی گلدار است، یک ذره خط است، منگسی شیرازی است، مگم یک ذره خط. معلومات نشته باید سوال راولیت نرشم خوب بشه. چند قیمت کده یارو لالا؟ یارا 2000. دوش گلدار است. یکی ساده یکیش گلداری بود. مادهش خوب است، کوتاپر است، نرش درست‌تر است. همون درست ما حسین؟ هر دوش 2000 این نرشم خوب کفتر. از یک خوبی داره که چشمایشم یک چشمشم سفید. حسین جا السلام علیکم. سلام علیکم، سر شما خوب بخیر. ماده. ورور خیر اوسه، دیره مننه. دیره مننه. بریالی اوسه. اگر فیجان چو خوب کفترک های یک انتیک است. دیگه اینی کفتر خارج از فکر کنم؟ اودی میگنه شه کفتر خارج. یک دو مشل دوم سفید سایه کو مشکل کم سوسفتین دوم سفید ماده ایزاق دوم سفید و ماده است دومره موره زیر دنبی داره سر دنبی نه تخم ازی چطور؟ نه چند گفته اینیره؟ 1000 یک پرده دک داره داره یک پرده دک داره
موزه کفتر است که لالای میگه تخم میته دیگه میده چیچام اگر این دارم تخم میداد دیگه نمیکشید بیرون کدن سر جوره بود خب. آوردیم چیچام دادم گفتم مشکی انداختیشه تو چای چی است دو مشل داده دیگه دیگه توقیدار است خوب موزه کفتر است این آقا شاهزاده من تو زنده باشی جمعه خوش برات میگم سلام خوبی آمدی بخیر یک جور اگر یک دانه سیاسی نیدم رنگ است نام خدا خوب کفتر است خوب کفتر است دنسیر تیپ کده جوان ساسه کنی که صاحبش میگه که کنسیر تیر کرده چه خوب محکوم کفتر است پرپر 3 پر بچی ده باقا 9 پر 9 و 7 نام خدا خوب کفتر است که سرگل چه خوب کفتر است از زیر 0 رای تاز آشه دم شیر چند گفتی نیده؟ 500 5000 قیمتش است یک ای جور می بود 10000 ها؟ خوب کفترک است گنگس سوری کدام ای تو؟ مادهش کدام است؟ مادهش آمره؟ کسب نمیفهمه که بسیاری مردم نمیفهمه چون خوب یک مرغوی ماده است کفتر است هم سیاپتنگ گفتم ایش هم مرغوی کفترک است این جوره را چند گفتی؟ 6000 اردیشه هر دویش 6000 نام خدا خوب کفتر است خوب کفتر است ماما چی آوردی پدر؟ خب تخمای وطنی ها را درشان می بردم فکر کنم که امی دایی تو چرا تیز کلان میکنه واریز آمد این تایفه امی پاسه تایفه دانفه کتاب زیاد گردام دانه میدنم واقعیت بسیار تپ تلاش زیاد دارن بچه ولی خوب است که اما بازی تخمای اصلی وطنی رو بازی شکل کده میریم یک ذره جاندار جاندار میاد اگر نمود از جارسش نداره در خانه پتنگ داری شیرازی داری نه ولی از من پاک پتاین است یک کست دو دانه دارم پاک پتاین است اگر نیار هم دور یک گل دیگه کم کار کلی برام باید اجان یام جنگید بود نه تو جگیر بود خانه کجاست پدر جان سه پرده دو گرد دارم سه پرده گنسی را تیر در کردم امروز حالا قاصد آوردی ولی امروز یاره کشیدم کمی دانه خورا و گنسی را ایره انشالله حالا پریشی داری؟ پریشی دارم یک 22 دانه پریشی نامی دارم چطور است کاروبار کفتر خرید و فروش کفتر اینمی قرنطی که میشه که بوی هم نمیگه چی که مرض است ولی کفتر می قرنطی باشه که کفتر بای میگه نمیگه یعنی که قرنطین تاثیر گذاشته سر کاروبارتان بسیار تاثیر میکنه سر میوه سر دانه سر خوردنی و سر هر چیز همین کفتر یک تعریف میکنی برای دوستا والا اینا ساده است اگر مشکل کوی گوره پتاین بی گوره سینه است گوره سینه است چی خوبی ها داره می کفتر والا دیگه این جزئیاتش دیگه یک ذره وطنی است جزئیاتش نمیست که دیگه گوره سینه وطنیزه وطنی است دیگه و تاریخی نیست یک کفتر خود باید چند خصوصیت داشته باشه چی داشته باشه چند خصوصیت داشته باشه یک کفتر خود خصوصیت خود باید داشته باشه یک 50 خصوصیت خود داشته باشه من میان 62 کفتر دارم در خانه وطنی یعنی تقریبا برش بگویم که یاره یک 30 رقم خاص کفتر نام خدا یک شیرازی خوشم نمیکنم نگاه کنید گیری میای اوی اما میکنم گیری گرفته در شیرازی است اما نگاه نمیکنم چرا نگاه نمیکنی شیرازی چرا در خاطر که تا میخیل میپرندم خدا بای میداد تا میخیل میزدم که نمود هوا بود خدا بای میداد دیدی بیاره
البته از پیشت کم دانه و یا میمه نه کم دانه نمیگه من چه بیفور یک دانه سرمایه شیرازی بود که باز از زمین ها میگایم پس بشیم شیرازی تایفه سرت نمیره نه والا با فکر من کمون نمیره همونا اگر پتنگ کمی خاکش که میاد زنده باشی خدا شوق تازه شد قربان است کتی خود دوستا جوان ها چی پیامت است والا دیگر پیامی نمیده که خدای پاک اول وطن ما الهی آمین همی آرزو را داره همی کشت خون از ملک ما الهی آمین و دوم دیگر این بچه ها شوق خود کنار بسیاری دیگر خدای پاک همی پاچهای ما را یک خدا آمی یک سلب یک کمی جوان های ما پس از دکر بس از دیگر والا دلک ما سر خدا دلت سرد نکنه این ما را خودنی خدای پاک بیارم دیگه والا از این خاطر از این شوق خودم میکنیم که بچه ها را مکتب میبرم با نظام بستم پروگرامش میگه دیگه پرد کنه تا آنها مکتب میره تا آنها یک کار کنه بعد از رو چی کار میکنیم؟ ما دینه میگه میگه دیگه یک 4 کراتی ترکاری داریم تو شکر پیاز کچالو تو به خدایا پیاز رو مرد رو سیم همی بانجان رو میبینیم روزانه پیسی یک دام روزی ما الحمدلله دستم به کسی دراز نیست الهی شکر یا کسی را عیال دارم دولم هم شوقت همی 1000 بار شوقت رساسی چرا نه چند سال است که شوقتی است والا دیگه از ما دیگه از حق بگرم و این میجاز من دستی یک بیره بری و نصیر شاید از کجی های من نصیر بسیر تسیر دیگه یه امیر دورنگی ها بود عمره که دراز دائم شوقت باشه قربان تمیل دو کفترم دارم از داخلات نو طالبات کابل دارم و در من طالبات دارم و چی است این دفترها؟ یک دانه سیاپتین است سوس پتین است یک دانه هم سیاه اینا چند سال میشه که پیشت است؟ نه اینمی سال 19 میشه به امید خدا روزی نکده بودم که کفترها را پدرم دارم دوستا سعی کنه که کوپن اینمی از اونمو کفترها خدا گردنم نگیره 5 دانه جوانیش همون سال دفان بود عمره که دراز قربان خدا خیر بده در خدمتت هستیم کامیاب باش و بهتر چیز امر خدمت باشه کامیاب باشی خوشیدت همی دنیا نمیدارم کامیاب باشی یک جان خدا نگهدار قربانت نه ای لالای ما چی آورده خیلی زرد مشکل است سلام علیکم آقا خوب هستین صحت شما خوب است آمدی بخیر والا آمدیم ها چطور شوقت خیرتی سوشالا سنای خیرتی کفترهای چطور ولی شده الان دوام چی آمدی شده یک زد مشکی ماده است ماده کفتره چه خود سوسپن کفتره دکه بتیش سفید میشه چیز کفترهای ثابت است کفت است رنگ کفترهای ثابت سلام علیکم ماده کفتر زیر ناب گم میکنی والا دیگه زیاد شدم چی را گرفتی؟ در چیروتی هم چطور که جوان بچه کفتر چند پر هست؟ نو تو پاره بسته خوب کفتر ایره امروز گرفتی؟ نه دینر روز صاحبش نیکه نامد نایسا ایزر شیرازی را میگرفت ایرام شکار ایره چند گفته؟ ایره 900 خوب رنگ داره خوب کفتر خوب سر گل همه چیزش رنگ خوبش است کفتر را دیگه زیاد چه بود گفتیم چی کنیم میگه نه بازی جوان بچه کفتر جوان بچه کفتر چرا در کفتر ننداختیش؟ داشتم و شیرازی یکان تا شیرازی را خوش نمیکنه چرا؟ میگن شیرازی کور است اما نه اشتباه است بلا تو غیرت شیرازی خدا داره تو غیرت داره کیران بود کسی که بفهم با خدا جوانایش
جوانای کفتری سیگو ظالمی باشه اما میگن که خود نه امیال یک دوستای ما مباره شیرازی گفت زدیم گفتید برای خوشم نمید نه شیرازی در خیل که 4 تا 5 تا که شیرازی نبود حال تازی بسیار خوب شد از شیرازی و قلاق حال داره که خوشت میاد کسی که بفهمه باجی زاید جان عمرش دراز از این خدای دا با خدا شیرازی های زیبا قیمت های قیمت با خدا من دا که کتی پتای نمید تو میگه اینا ما خدا کفترهای شیرازی خوب میگن همون مرد میگن اما این کفتر رو من خوب جوان بچه نه نام خدا خوب رنگ داره شاه خوب رنگ داره بسیار مقبول رویش هم خوبش هست رنگش هم خوبش هست اینه چند گفتی؟ 900 قیمت والا در وقتش باشه که در 2000 کفتر بود نال بازار شیرازی نیست این پت هست که کفتر چقدر یک پت داره ما واقعا که مقبول کفتر اما وقتش میگن نیست شیرازی اینال از هر چی کس پتای نخوش میکنه مردم حال کسی سال پتای نه پس و سال شیرازی خدا میشه دیگه سابق کده از پروازهای سابق ما جوانای ما نام خدا رشد پتای نزیاد بسیار شناخت بسیار یاد قدیما به هر چیزی که بود دیگه او دیگه هر کس ها بود دیگه علاماتش رو انشاءالله از بین نره هر جای باشه تشکر عمر پناهت عمرک دراز جمعه خوش خدا جانی جور بده نه اما تو سرخط نباشه با خدا گر پکم بده بشه سیطارم نه امو بیادری 4000 تومان بس نه ندادمش دکاندار اولی به چی آوردمش اینجا خود دکاندار ندادمش من بیادری 4000 تومان بس مثلا بیادری یک دون دخانش یک دونه زرد میشه هم سرخش هست هم زردش در مادر دفتر است خلای سرکش می ایسا مینمی بیسر اکیده اینه مشکی ببینی بیاکسی هم مشکی کفتر است اینمی دکان یک روی بسیار مقبول داره سگ بین بیسر هم اکیده زیر دنبی و سر دنبی نام خدا کفتر است کفتر ثابت دیو تو رنگ بسیار مادهش هم زرد ما مشکی بی رقم بند ماندیم با خدا پیسه یکی از سرم اینمی ها لیسنگ زده نشود کالی برسان اینی هم مادهش هست زرد مشکی دوم سفید نام خدا کفتره کفتر بسیار مشهور بسیار بگه شیرین آقا چه خوب یک دوم بداره جمع اینه که یک دوم آقا این جوره را چند گفتی شاهزاده؟ 4000 قیمتش هم 4000 شیرین آقا بگم پیسه یک دیگه بیادری دیگه خب گفتم با قرآن 4 تا نازاری تا آن منتظر چیز بودم گفتم با قرآن بس خاطر از اینمی اینه تداموری تو نالی میسه که پیسه میدمش این روز یک دفعه سرم داده داو زده میره تا خان اینی هم میره مادهش تا خانه آمده که نه سرم بد خورده که بعد یه ویژه که بیاید تداموری سه که پیسه رو بده سه که چی میگه اونجا رکورد حالی سر یک گپ از اینی اگر نه بچی می آوردمش بچه قشاق خریدم اون فوتولی بینیم یک چونه کپ یک منگسی گل داره است یک دانه امری گل داره منگسیش ماده است امریش نر هر دوش گل داره بسیار مشهور بسیار سیم در پیش است که دونیم گفتن نداد روغن دونیم خوب جور است سه دانه یک دانه زوری هم تاوان مشکل چند؟ این جور است لالا ما جوری ما بند شان شیرین آقا بند بند کنم برداری میگی بری پشت کار تشکر بیادر سه جور است لالایم خریدهشان یک جور امری و منگسی است مشکی و زرشیرازی چند خریدشان لالا؟ 5000 بیادر خدا برات خوب کنه چی میگم نام ببرش خدا کفتر است کمی یک خب پیسه که دمی دستم آمد پس میم 7000 از پیش نیخد دیگه چی میگی کجاستی خیبیت اینمی پیش همی کوچه کافو کشی دینمی زن بخیر باشی موفق باشی بیادر در خانه هم یک 40 کفتر دارم خانه کجاست؟ خانه دیستب وقتی نول گفته اینمی سوبیا دینمی دستب اگر ازای خدا باشه
پیشکت بیاییم هر وقتی که بیاییم ما در خدمت هستیم. نان، چای، شو. عمرک دراز بخیر باشی. کامیاب باشی. سوز فتنگای دمرنگ آوردن و این دفعه کلش جوانا بازار آوردن. جوانای آوردن که فرانچه. سلام علیکم، نوروز بیادر. جان جور بخیر. یک جور سوز فتنگ دمرنگ است. 3 پر 4 پر از کروزش مونده. یک دونه سوز فتنگ تاوقدار از دوسو. یک دونه زرسینه هست همینجا. زرسینه چوب دم سفید است. سر دنبی نداره فکر کنم. یک دونه سیاه چوبی چوب دفتر باش که میرم ببینم فاید جان همین چوبی تایفه مرا کفه شمیه چوبی باشه اینجا چوب یک سیازوی پرکایش کفچه است. دو پر شاپرش تخت است که خانه یا نایچه چوب دفترک است. یک زرگک مدو دماغ داره. آدم گوشتش معلوم ایشه که جنگی کفتر هست. یک جوانا کفتر هست. یک سیافتاین تاوقدار. ناو گلو خودم 4 پر از کوریزش مونده. 25 پر مونده و 4 پر. ناو گلای خودم انداخته چوچه سرگل است. خوب مهربان کفتر است نام خدا. خوب یک روی بسیار محکوم داره. یک تاوق بسیار محکوم داره. سرگل. اینمی حالا دیگه وقت جوان هاست که تاو داده بره و پرانچه شود. یا موجان سلام علیکم. خوب هستی؟ سیاه داری یا رسید بخیر؟ سلام برسه یا موجان جان جور صحت خود بخیر هستی؟ سلام یا ما چطور هستی کفتر؟ ایره چی میگن؟ ایره ساونکس میگن دیگه. ساونکس میگنشه؟ سافتنگ. سیافتنگ. ایستو 4 پر از کوریز مونده؟ جوانه است. جوانه که ایستو 5 پر. ناو گلام میکشن. گلدار فاست. اینه کلش. خدا بانش. خوب کفترک است نامه. اینجا کفتر هم موسین تو زیاد فشار اگری دوگار نمیشه؟ نه. همی کل شوقی های ما بادش هم میکشه. همی باد کفتر که دمی جاغور می باشه آستا پر چپه حالا دیدی که برامد. همی کفتر بازی که میکنه مردم باز همی بادش کفتر بازی میکنه. یا تو بیبی که چه رقم؟ مدیر تو میکشی بادش. باز کفتر جنگی سیلاج میتی. صحیح. وای در کفتر باد کفتر خانه داره یا باز این طرف بادش بکشه. دانه کفتر یا جاغور کفتر ببین. کفتر ببینه. بازیلا بده باز کفتر مردم عریف بند نمیمونه. صحیح. این همی بادش باد داره این. صحیح. تشکر یا موجان. قربانت. یک معلومات خیلی خوب شد برای من. یا موجان اینی کفتر چی است؟ این از اون کفترهای دو هفته دیگه ایره سوزای کویی میگن. سوزنقچای کویی بسیار ظالم. در جنس ایوار ظالم من ندیده. جنس نگاه ماست. هم دم سفیدش هم دم رنگش. کفتر بسیار کمیاب است. کفترک است. بابت کجا آوردی شده؟ خانده. چند گفتی نه؟ 6,000. کتینر 6,000. برو ما مکان میگیریم. برو الاک. نرش هم یک صرف مشکیست. تو جوره شده بودن ما گفتم باشه. منم این عرضی داریم.
اینه هم نرشه. سلام آقا، خوب هستی؟ جوره 6000. خوب کفتر است نام خوب جوره است. نام خدا آردیش خوب شه. در روز که خونه رو مادر شجر دارد آخر چند بابا؟ در این جمعه بازار من دیدم که یک جوره اینی تمام ها اینی کامل سلامت 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 سلامت. از قرباق چکو کفترهای زیبا چکو یک سیامور قوی بسیار مقبول بسیار گل کفتر است. دیگه یک سیاپتن چپ دمرنگ است. یک دانه سرخسینه دم سفید است ما تا باشه. دیگه سرخسینه است. سیامور قوی سرخل است. یک افر افر است سیامور قوی. کفتر وطن ما ایسی ما کفتر است. جایی طور است اگر صدا هم کفتر بچه حاجی صاحب رایی بلوگری بره
دیگه بچه حاجی ابراهیم علوگر واقعا که صبح بسیار بهترین کفترهای زور آورده بود. از کفترهای سابق خودش دیگه ببینه که تو یک کفتره که نشان میده. اینه چی میگن؟ امری گلدار است دیگه مادر. این امری سفید است میگیش. باقی کفتر است از کی نیست کفتر های صاحب از واقعیت مگر داغیش کفتر چه خوبه. ستره شفرو. همین کفترکایش ستره بود. اگر خوب کفتر آورده بود. وطن خیرتی است انشاءالله. شوق چطوره؟ شوق والا خوب است در جوشه است. کل در جوشه است. جوشه گمنه وقت رفتن نمیدونم دو وقت بریم. خیر باشه. خدا مهربان است که پیش جه. بوری دست پر باز بی. تو زنده باشی. عمرک دراز. خداوند یک سال آرامی را بیاره که بیخی آدم تو از کنه که خداوند آرامی بیاره که آرامی تو زنده باشی. عمرک دراز. خدا کمت نکنه. روز جمعه کتیمه باش. خدا نگو خوب با خدا. نفهم والا کل پیارا و دوستای خیلی قدر عزت میکنم خیلی که بزرگ بود خدا ببخشش که پدر مادر ما که کل حال اسلام اوضاع حال آدم خوب بودن. والا آدم خود آدم های سابق سنگین آدم بسیار نیکو مردم بسیار خوب مردم و خدا حالا که میبینیم تا اون مردم دا بسیار فرق است. حالا شکر است. حالا در بچه ها شکر است، در جوان ها در بزرگ ها که یک احترام هست. الهی آمین. الهی آمین. الهی آمین. عمرک دراز. السلام علیکم. آقا خوجه کفتر آورده کفتر صدا بالا آقا خوجه سلام علیکم. نگاه کرد برابر توان قدرت خدا که خوب یک سیافته اینک است مرغوی یا مرغوی دم رنگه خدا خوب امریا ما بوده ماما امریا خوب که امریایش کلش خشخش خوب خشخگیش هم متوجه نشتم خواهد خوب بلند کفتر هست امریکا عمری او یک دونه سیاسینه سفید امروز دمستانا که ما شما آمده بودیم امروز سلیم کفترهای خدا آوردن اینا که میرفتیم این اطراف بود لالایم ببینید که نام خدا چه خوب یک سایه بگی شما یک زرپتین چپ دم سفید است سه پر از کرویش مانده نام خدا چه کفتر زیر دم بی و سر دم بی میشه که جنگی کفتر است مگم یک ذره خوار هست سه پر از کرویش مانده چند گفتین پدر ایره 3000 قیمتش است سرخ جو گیرم بگی ماما حسین زیاد بینیش کلان است و لیکن خود یک رنگ معقول داره دیگه یک دونه سیاسینه نام خدا چوب دفترک است باشه یک کار دیگه کنیم یک دفعه را بدیم ماما حسین اون موشکی چپ هم بگی با اجازه لالا جان که نفره کفتره چپ بالا دفترک
مشکی چپ چند گفتی؟ مشکی چپ 3,500 روپیه قیمتش است. سر چجا 6 تا بالا. کفتر کندار است. در سینه دم سفید خوب کفتر است. سیاه چپ دم سفید یک ذره نول سیاه است. کفتر است. شکر لالا جان. قربان بیادر عمره که دراز. رقمه گرفتم. او بچه ای سوچپ است یا عمری؟ عمری؟ چیه سوس خان؟ بریم پیش نجیبشان که نجیبشان هیچ کفتر درست نیست ماما حسینی است. لاکی و مشکی هم مایی تو پیدا نکردیم. چرا داخل بوجی انداخته یاره نمیمره در اینجا؟ نفس قید نیست اگر زیاد باشه نفس قید سلام علیکم. سلام شما. آمدیم بخیر کسی بسین انشاءالله تمام حسینی. کفترک های کوچگیری بسیار مقبول. کفترک دیگه سرخ میناست هم مشکی میناست هم سرخ میناست. مشکی است دیگه خاندان مشکی یک بار خطا کرده خوب کفترک است خوب یک روی بسیار مقبول جنگی کفتر یعنی اگر بکند شاید یک آینده خوبش داره اگر زحمت بکشه کنتیک دیده میشه کلپتاین است دیگه من چون که در چپتر کلپتاین است یا سرخ شیرازی کلپتاین ماغ است کلپتاین ماغ بسیار ظالم کفتر است یک دانه سوز جوگی هم است پالوش یک دانه سوجگی دم رنگت چوب کفترک است تا اجازه بده که موس تیر شد کفترها را میبینید او یک کلف است اینجا رکن چه خوب یک سوچی جوان کفتر است نام خدا کفترک است دیگه که چند گفتی شاهزاده؟ برای 12 خودخانم سفید چند گفتی کفتر رو؟ کدامه؟ اونو ما قهر 1000 روپیه. چیز؟ جب است کدام از یا تیار است دست کلش تیار است دیگر کفترهای خونده داره این سب پتنگ تیار است مرا توی رقم اکثر کن این زنسار تیار است بالدار یک کفترک موقع چپدر کلفتین
کفتر سابق انتیک است. تصویر مرا مخم زیر سینه از گلو تاست. اون نام خدا خوب کفترک است. این آقا جان این پدر کفترک های بازار است. آب جنگی باطل است. خوب انتیک است این کفتر. 1000 روپیه. من گفتم یک چپدر باشه، چپدر کلپته. اینجا یک دونه کفتر جالب دیگه است. کجا؟ زیرایی است، گل سنگ است، چیست هم؟ اینی؟ نه او طرف شیرازی. اینی؟ آه. این گل سنگ است. بکشیش یک دونه. آقا صدقه این شیرازی همین کشمیشی گفتم میشه، هم گل سنگ. گل کشمیشی گفتن نمیشه، گل سنگ است. یکان تا زیرایی شیرازی میگن، سرمایی میگنش، مگم این گل سنگ است. این هم یک گوره چپه دوم رنگ است، کفترک است، خوار است. وره کفتر پوشه ما میره ببینیم. چرا مریض باشه؟ دوستا شوقی های گرامی، نام خدا چه خوب یک تو در خودم بچه بده که تشریح کنه شد. نمیفهمم چی کفتر سابق است. یک سیاپتای نیم جاگوره، کفتر کلان کفتر. ایدین نیاز دانه خورده. یستی است از تو؟ چند خرید؟ نخریدیم نبوشم. اینه چند گفتی آقا؟ 1500 قیمتش است. نام خدا خوب کلان کفتر. یک دفعه این جیلایش میکنید. کفترک است. شاید تیار هم باشه. نفر زن کرده که بیستا پتایی من نگاه کنم. خوب کفتر است. کفتر حریف است. چرا ندادیش آقا؟ دیگه ریزی من درست نمیگه یک دیگه کفتر که دیگه باید دادیش دیگه خرابی میشه دیگه بس کنش میشه دیگه والا دیگه استاد کنه والا اگه شوق کنین خلاص بتین خوب میشه. و باز نمیکنن حالا مردم باز کذا کفتر خوب بگیره کسبت میکنن مشکل نداره روش. خوب کفتر است. بهترین کفتر است. این آقا جمعه خوش براتون. ایدین پشیم دانه ندارن. اینجا چی است ماما حسین؟ اینجا طور است اگر سابق بیادر کاکا نیاز محمد بود، حال روکای بچهش است. آقای توربا بود، سید کفتری آقا تور میبا، حال بچه اکایش است. اگر طور است اگر برای کفتر بازی دو تا طور است. فرمایشی هم است برای توربا فسته چستون. یک تور خوب باید چه خاصیت داشته باشه؟ طور خوب سیاستش جمع باشه، دستش بسیار خوبش باشه، کافی دورم بسیار تورزن کار داره دیگه. بافتنش بسیار مشکل است. تارش باید چه رقم باشه؟ با مدلت ببافیش. یکی تار بسیار نازک است، یعنی تار دبل است. تارای بسیار ثابت بود، حالا تار دیگه کفته و بزنیش پوده میشه. لاینینگ بود بسیار خوبه. اینی برای چوری کردن است. یگان کفتره که میشینه دم دست سبک است. شراب کشش میکنی. تورای که تور کردن در کنجای ریز میمونه، تور بسیار مخمود. اما خاص هم کفتر میگیری خلاص. بسیاری شوقی های ما کمی میزنه یا کفتر خود اوگار میکنه یا کفتر ردیف بالش هم مشکنه. اصل قانون کفتر تا کردن است که تا کنی بگیریش. یک مثالی که بیادر که نخیزه گوشش کو
کشش کو بگیریش دیگه تو رو به اون رقمش با اون رقمش. حالا بسیاری شوقی های ما جوان ها کمیشیش تلپته یا خطایش میکنه یا میگیریش کفتر خود اوگار میکنه. چندی صاحبای تو را خب ما شوقی کفتر هستیم اون نمیپرانم ما یک دونه مشکی مایناست خوب کفترک است، یعنی یک دو پوت خانه را سفید کرده کفترک که وسط است دیگه برای جنگ برای کفتر بازی. چند گفتی ده؟ 15 صد قیمتش است. اینی هم سیامینای دم رنگیش یا هم 5 پر 4 پر از کوریزش مونده. حالا دیگه دوستا جوان وقت کوریز است دیگه توگش میکنه و قیچی میکنه در کفتر. این نام خدا خود بیره چند گفته؟ اینم 15 صد این هم 15 صد قیمتش است. سیاه چپ چپدر یک دانه سیاه چپ چپدر است ما در کفتر. انداری گل خوب کفتره. فکر کنم که نره سیاه خال است. سیاه خال اینی هم نرش است. این جوره را چند گفتی؟ 5000 قیمتش است. دوستا میتونه که در جمعه بازار امتا کفترها را به دست بیاره. نام خدا خوب کفتره پاینده خوبش هم داره. اگه با بخوره دیگه در او کنج امریدم سفید است یک خال است. چه شده؟ کفتر داغی جمعه بازار است اگر که برابر توان فضلت خود بیاد. تشکر برادر. تشکر قربان جان. سلامت. کاغذی مسافه خوب روزنار شمایش دیگه امروز جمعه بازار بود. نام خدا شوقی های ما بزرگا هم شوقشان شد هم خرید فروششان شد. نام خدا بیروبار زیاد است. از ما پروگرام همیجا به خاتمه میتیم تا پروگرام های بعدی شما را به خدای کریم رحیم سپاردیم.